به نام خداوند بخشنده و مهربان، همدیاران عزیز، اینک ماه شریف رمضان هم سپری شد و ما در عرفه عید سعید فطر عید رمضان قرار داریم. با استفاده از این فرصت یکایک شما را به فرارسی عید سعید فطر تبریک میگویم و از خداوند منان برایتان تنصیحاتی، آرامش و پیش از همه قبول عبادت ها را تمنا دارم. ماه شریف رمضان همونطوری که در صحبت های قبلی گفته بودیم و در سرچشمه ها، در ادبیات مذهبی ما، در حدیث های شریف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمده است. این ماه رحمت، مغفرت و نجات از آتش دوزخ می باشد. من امیدوارم که یکایک شما همدیاران عزیز این ماه را در آرامش کامل، در عبادت، در فضای دوستی و همدیگر فهمی سپری کردید و بار دیگر هم امیدوارم، تمنا میکنم که پروردگار هم دعا، هم عبادت ها و همه اون سعی و تلاش ما و شما را که در این ماه شریف انجام دادیم به درگاهش قبول کرده باشد. شک نیست که یک بنده مؤمن و مسلمان و باورمند به پروردگار وقتی که امر پروردگار را اطاعت میکند و روزه ماه شریف رمضان را می‌دارد، حتما یک امید دارد، حتما برنامه دارد، هدف دارد. جدا از آن که ما این عبادت الهی را انجام میدهیم، چون این روزه ماه شریف رمضان یکی از عبادت ها است، یکی از عبادت های کلیدی و اساسی اسلامی هست که ما نه تنها فرموده و سپارش پروردگار را انجام میدهیم، بلکه از خداوند امیدوار هم هستیم که در عوض این عبادت ما که عبادت آسان هم نیست، خودداری کردن از نخوردن، نآشامیدن و باز اونم در روزهای سخت تابستان و گرما، در عوضش از پروردگار عظیم الشأن امیدوار پاداش های هستیم. اما اون پاداش چی هست؟ در عوض دیگر یا در مقایسه با دیگر عبادت ها ما بندگان نمیدونیم که پاداشی که پروردگار در عوض ماه شریف رمضان به ما میدهد چی هست. چون خودش در حدیث قدسی وقتی میفرماید که الصوم لی و انا اجزی به، این روزه برای من است یا به خاطر من است و پاداشش رو تنها من خدا میدهم، دیگر ما نمیدونیم که پاداش چی است مگر اینکه امید کنیم که پروردگار رحیم و غفور و سخاوتمند دیگر با اون کمال لطف و سخاوتی که دارد ما را از اجر و ثواب به نصیب نگرداند و اون اجر و ثواب هم به حدی باشد که سزاوار پروردگار و عبادت های ما و شما باشد. اما علاوه بر آن که ما امید از ثواب داریم، من شک ندارم، یقین دارم که هر یک بنده مؤمن روزدار باز در ماه شریف رمضان برای خودش برنامه میکند. از نگاه من میتوان این برنامه رو به 3 دسته تقسیم کرد. یک گروه شاید قسم زیادی از روزداران طبق احادیث و روایت ها این ماه را ماه سوزاندن گناه ها و خطاگی ها و کمبودی هایی که در طول سال کردند این ماه را چنین میشمارند و واقعا هم با اون همچنین یک ماه سوزنده گناه ها مناسبت میکنند که درست هم هست و یک فرصت بسیار خوب و طلایی هم هست. یک گروه دیگر در علاوه به آنکه ماه را ماه سوزاندن گناه ها میدانند، باز علاوه این را ماه تزکیه نفس، ماه عزلت و دوری از حیات روزمره و با خود بودن، با خود، با خدای خود، با تفکر خود می حسابند و برنامه هم با خود دارند. علاوه به نمازهای شب، علاوه به آنکه تلاوتی بیشتر میکنند، اعتکاف میشینند و خلاصه یک برنامه دارند که به خود روانه شده است و خود را میخوان در این ماه بسازند. یک گروه دیگر هم هستند که علاوه به این دو
باز ماه شریف رمضان را ماهی گرفتن نیروی معنوی و حتی نیروی جسمانی هم حساب میکنند و خودسازی را تنها به معنای فرو رفتن به خود، به عبادت و به دنیای خود نمی حسابند، بلکه علاوه به آن که این ماه را ماه سوزاندن گناه ها، ماهی با خود بودن، با اندیشه خود بودن دارند، باز ماه گرفتن نیرو، انرژی و برنامه سازی برای آینده، برای یک سال بعد از رمضان هم استفاده میکنند. هر کدام از اینها درست است ولی اگر انسان بتواند این ماه را با هر سه این برنامه انجام بدهد که هم ماهی سوزاندن گناه ها باشد، هم ماهی تزکیه نفس و با خود بودن و تفکر و تدبر در خود، در زندگی خود باشد، این را همچون ماهی گرفتن نیرو، آماده شدن برای زندگی بعد از رمضان اگر استفاده کند، باز بهتر و خوبتر خواهد بود. و من امیدوارم که یک شما هموطنان گرامی، برادران، خواهران عزیز، این ماه را دقیقاً همون طوری که گفته شد استفاده کردید. زیرا با تمام شدن ماه شریف رمضان، با برگزاری عید سعید فطر، خرسندی و زیارت اقربا، دعا و فاتحه‌ای که برای خاطر گذشتگان میکنیم، زندگی با این تمام نمی شود. ما حتی در ماه شریف رمضان هم زندگی ادامه دارد. تجارت، اقتصاد، کار، دانش، تحصیل، مبارزه و مسائل هر روزه ما ادامه دارد. بعد از رمضان هم ادامه خواهد داشت و آماده بودن و خود را آماده کردن به یک زندگی بعد از رمضان با استفاده از امکانات، با استفاده از فرصت‌هایی که ماه شریف رمضان به یک انسان می‌دهد، خیلی یک مسئله مهم است. زیرا هموطنان گرامی نباید فراموش کرد که ما و شما، بخصوص ما تاجیکستانی ها، چی در داخل کشور باشیم چی در خارج باشیم، مشکلات زیادی داریم و اون مشکلات ما را باز در آینده هم دامنگیر خواهد بود. اگر شروع کنیم از مشکلات سطح جهانی که برای مثال قضیه جنگ اوکراین بین روسیه و اوکراین، این تنها یک جنگ بین دو کشور نیست، این جنگی هست که تمام دنیا را درگیر کرد، از مسائل اقتصادی و سیاسی و نظامی شروع کرده تا مسائل انسانی. میلیون ها نفر گریزه شدند، از آن جمله چندین هزار هموطن ما و شما هم که در اوکراین زندگی میکردند پناهنده شدند در اروپا و کشورهای دیگر. نرخ مواد خوراکه بالا رفت، نرخ مواد سوخت، بنزین، گاز بالا رفت و این تأثیر خود را در تمام ساحه های زندگی ما گذاشت. قضیه افغانستان که حالا الحمدلله که نمیدونم با شرافت ماه شریف رمضان باشد یا مسئله های دیگر یک کمی آرامتر شد، اگرچه متاسفانه باز هم در ماه شریف رمضان در مسجد در شهر کابل دیروز در یکی از مرکزهای اداری باز انفجار رخ داد و در عرفه عید ده ها مسلمان همدین ما به شهادت رسیدند که این واقعا جای تأسف بار است. اما خود قضیه کلان افغانستان یک مقدار فروکش کرد. قضیه بین تاجیکستان و قرقیزستان و باز هم علاوه به همه این قضیه ها بالا روی نرخ در بازارهای تاجیکستان، مشکلات بیکاری، مشکلات مهاجرت، مشکلات زندانی سیاسی. ما یک انسان در تاجیکستان یا یک تاجیکستانی صرف نظر از آن که در کشور است یا در خارج گرفتار ده ها مشکلات هست که همه این صبر میخواهد، همه این نیرو میخواهد، همه این هم نیروی معنوی، نیروی فیزیکی و یک برنامه میخواهد. بدون آن انسان نمیتواند که در مقابل این همه مشکلات ایستادگی کند. همدیاران گرامی، علاوه به این همه مشکلاتی که من نامبر کردم، باز برای ما و شما ملت تاجیک یک مشکلی دیگری هست که به نظر من سرچشمه خیلی از مشکلات و مسائل تاجیکستان است. این هم که ما یک حکومت بسیار هم کروپسیونی، خانوادگی و حکومت داریم که تمام ساحه های حیات رو به دست گرفته است، از اقتصاد مردم سر کرده تا تجارت، تا تحصیل، تا دین، فرهنگ و حتی در خارج و داخل هر یک تاجیکستانی میخواهد یا نمیخواهد رشته امور زندگیش
به شکل تحت تأثیر این یک خانواده و یک گروه بسیار هم خرد شده است که دیگر تمام مشکلات ما، پرابلم های ما، چه اقتصادی باشد، چه سیاسی، چه مذهبی و دینی، سرچشمه میگیرد از همین مشکل اساسی. پس وقتی که ما درباره مرحله بعد از رمضان فکر میکنیم که با استفاده از اون نیروی معنوی و فیزیکی که و این فکری که در ماه رمضان گرفتیم، چگونه ما بتوانیم زندگی بعد از رمضان رو برنامه‌ریزی کنیم و مشکلات رو یکی پس دیگر حل کنیم. البته وقتی که ما این مشکلات رو به دو دسته تقسیم میکنیم، یک دسته مشکلاتی هست که از ما و شما دیگر وابسته نیست، مثل همین جنگ روسیه و اوکراین. ما حالا از دست ما تاجیکان و تاجیکستانی ها چی میآید که بتوانیم قضیه اوکراین و روسیه را حل کنیم؟ طبیعی است که چیزی نمیآید، اگر بیاید هم خیلی کم. دوم مسئله افغانستان هم همچنین. ما شاید در قضیه قرقیزستان و تاجیکستان میتوانیم و باید بتوانیم، چون دیگر قضیه ملی ما هست، مسئله امنیتی ملی ما هست، مسئله مرز و بوم هست، مسئله آن است که هموطنان ما مردم اسفره و دیگر منطقه‌های مرزی در حالت دشوار قرار دارند. باید این مشکلات رو ما حل کنیم و در فکر حل کردن آن باشیم. اما این مشکلات رو ما هم نمیتوانیم حل کرده تا آن وقتی که مشکلات اساسی و ریشه‌دار را در داخل کشورمان حل نکنیم. و اون مشکلات چی هست؟ مشکلات ملت با حکومت خودش. ملت هایی که با حکومت هایشون مشکلی ندارن یا مشکلی زیاد ندارن، اونها این گونه پرابلم های داخلی، پرابلم های مرزی و با کشورهای دیگر رو زود حل میکنن. اما ملت هایی که در چند سمت مبارزه میبرن، برای آنها دشوارتر خواهد بود. مثل ملت ما که ما هم باید با قشاقی مبارزه بریم، هم باید با کروپسیا مبارزه بریم، هم با هجرت مبارزه بریم، هم مشکلات مرزی قرقیزستان هست، بعضی خطرها از کشورهای دیگر سر میزند. اینا همه مشکلات ملت ما هستند. اما مشکل اساسی ملت ما باز این در مقابل ظلم و شکنجه و پاره‌خوری و یک حکومت خانوادگی خودمان است که سرچشمه اصلی همه مشکلات ما هست. پس سوال با وجود میاد که اگر ما واقعا هم این ماه شریف را هم با عبادت، هم با ریاضت، هم با تزکیه نفس، هم با گرفتن نیروی معنوی و فکری سپری کرده باشیم و برای زندگی بعد از رمضان خود یک برنامه داشته باشیم، باید از کجا شروع کنیم؟ کدام مشکلات را در اولویت قرار بدهیم که مشکلات بعدی ما را حل کند؟ من به این نظر هستم همدیاران عزیز که ما تا اگر مشکلی خودمون با حکومتمون را حل نکنیم، دیگر مشکلات ملت ما حل نخواهد شد. نه مشکلی جای کار را حل کرده میتوانیم، نه مشکلی بازگرداندن مهاجرین را حل کرده میتوانیم، نه مشکلی آزاد کردن هزارها زندانی بیگناه را از زندانها حل کرده میتوانیم، نه مشکلی ما را با قرقیزستان حل کرده میتوانیم. ما یگان مشکلی ما را به حل کردن مشکلی با حکومت در آینده نزدیک و دور هموطنان عزیز حل کرده نمیتونیم. اگر واقعا به این باور هستیم که ماه شریف رمضان را سپری کردیم و هم نیروی معنوی گرفتیم، نیروی فکری، و هم برای زندگی بعد از رمضان خود برنامه داریم، میخواهیم که واقعا یک زندگی شایسته داشته باشیم و اثبات کنیم که ما ماه شریف رمضان را بیهوده روزه نگرفتیم و این امتحان ها، این صبر ها، این خودسازی ها در ماه شریف رمضان به خاطر چی بود که اگر در زندگی هیچ کدام از ما و شما بعد از رمضان هیچ تغییرات وارد نشود؟ اگر من همون نفر باشم در آینده هم که قبل از رمضان بودم و در رمضان هم بودم، اگر ملت من، کشور من همون کشوری باشد که قبل از رمضان بود و حتی باز بدتر شود، اقتصادی ما بدتر شود، وضع سیاسی ما بدتر شود، ظلم در کشور بدتر شود، پس معنی را دارد که ما ماه شریف رمضان را درست استفاده نکردیم و این همه شعارها و دعاها و دعوتهای ما برای آنکه این ماه خودسازی هست و ماه امتحان است و ماه آینده سازی هست و انسان سازی هست، اینا جز شعار چیز باقی نمیمونن. اما من شخصا اعتقاد دارم و باور هم دارم که ما حتما در این ماه شریف عبرت‌های برای خود گرفتیم، برنامه‌های را آماده کردیم، چون حداقل وقتی که انسان
خودش درباره خودش فکر میکند. من درباره خودم وقتی که فکر میکنم الحمدلله که ماه بدی نبود برای بنده و این صحبت هایی که الان کرده ایستادم برای خود و برای ملت، این همش برمی آید از همین ماه شریف رمضان، از اون برنامه ریزی ها، از اون فکرهایی که در این ماه شریف رمضان صورت گرفت. و بنابراین من دعوتم از هموطنان، از همدیاران عزیز در هر کجایی که هستید، چی در داخل و چی در خارج، این هست که وقتی آن رسیده است که به واسطه بعد از عید، بعد از ماه شریف رمضان شروع کنیم به برنامه‌های جدید برای ملت، برای وطن، برای خودمان، برای اثبات آن که ما بیهوده روزه نمیگیریم، بیهوده نماز نمیخونیم، بیهوده قرآن نمیخونیم، بیهوده خودمان را مسلمان نمیدانیم و بیهوده اعتقاد نداریم که اسلام بهترین دین هست، مسلمان باید قوی‌ترین انسان باشد، پیشرفته ترین انسان باشد، یک امت، یک ملت مسلمان باید که آزادترین و مستقلترین ملت در سطح جهان باشد و باید از فردا بعد از عید این برنامه را شروع کرد و به خود به جهان این را اثبات کرد. انشاءالله امیدوارم که این صحبت‌هایی که ما با شما کرده ایستادیم و این دعاها و این نیت‌های نیکی که با هم دیگر کرده ایستادیم آغاز یک مرحله جدید باشد. ما در پیمان ملی تاجیکستان که الحمدلله در این ماه شریف هم همونطوری که پیشتر گفتم یک ماه بسیار خوب و با برکت بود، جلسه های داشتیم، بسیار جلسه های صمیمی، نشست های طولانی و خیلی هم نزدیک با هم و سری بعض مسئله ها با یک توافق نهایی رسیدیم که مهمترین آن این هست که ملت در یک حالت بسیار دشوار قرار دارد. این یک. دوم اینکه حکومت برای رهایی از این بحران های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و برگرداندن مهاجرین، آزاد کردن زندانی ها هیچ برنامه ندارد، هیچ توان ندارد. اصلا دیگر در فکر ملت و مردم و در فکر آینده کشور هم نیست، غیر از آنکه حتی در بدترین روز ملت باز درآمد بگیرن، پول کار کنن و این پول ها را به خارج بفرستند و حکومت خانوادگی خود را مستحکم کنند. این دو. سوم نکته این که به این نتیجه رسیدیم که ملت هر روز هر ساعت دارد آماده می شود برای یک تغییرات بسیار جدی و این روز یعنی ساعت به ساعت نزدیک شده ایستاده است، فرا رسیده ایستاده است. و چهارم نکته این است که نیروهای سیاسی، نیروهای مبارز به یک بلاغت فکری رسیده ایستادند. اون مرحله یکدیگر رو سنگ زدن، به یکدیگر مشغول بودن، یکدیگر رو انتقاد کردن، اون سپری شد. حداقل ما به این نتیجه رسیدیم که ما آموختیم، یاد گرفتیم که اگر امکانیتی با یکدیگر همکاری کردن نیست، حداقل ضد یکدیگر باید نباشیم و هر کس در چارچوب اون توان و قدرتی که دارد باید به ملت خدمت کند و مبارزه خودش را ادامه بدهد. و نکته پنجم این که پیمان ملی تاجیکستان به این نتیجه رسید که باید تمام نیرو، توان و برنامه خودش را در سال 2022 با یک نگاه روشن، با یک پیام قوی در خدمت ملت بگذارد و ما تمام تلاش خود را کنیم که این سال برای ملت یک سال حل کننده و تقدیرساز باشد. چرا این سال 2022 میگم؟ برای آنکه همگان درک کرده ایستادند که دنیا تغییر کرد، وضعیت دنیا دیگر می شود، ملت ها دیگر شده ایستادند و باید ملت تاجیک هم دیگر شود. و ما تا اگر در سال 2022 با یک قدم های جدی، با یک برنامه های مشخص پیش نرویم، عمل نکنیم، مطمئن باشد که زندانی های ما همون طوری که در زندان بودند باقی خواهند موند، بلکه صف آنها زیاد می شود. شما دیدید که در این ماه شریف رمضان، حتی در ماه رحمت و مغفرت که در اولی ما خود پرزیدنت و دیگران هم با صدها بار مردم را به رحم کردن و شفقت و همدیگر بخشی و دوستی دعوت کردن، این برادر امردین را به 18 سال در عرفه عید به زندان روان کردند که این بیانگر آن است که حتی در ماه شریف رمضان هم به کسی رحم نخواهند کرد و جز شعار، جز پاپولیسم این حرف ها چیز نیست، مگر اینکه ما
عمل کنیم و این برادران و خواهران رو از زندان آزاد کنیم. در سال 2022 اگر ما عمل نکنیم، مهاجرین ما باز در خارج همین خیلی در روسیه باقی خواهند موند و آنها به وطن بر نخواهند گشت، مگر اینکه ما یک برنامه مشخص برای هموطنان، برای مهاجرین ما داشته باشیم که آنها باید برگردانده شوند به داخل وطن و به صاحب جای کار و زندگی شایسته باشند. و همچنین دیگر مشکلات ما با قرقیزستان حل نخواهد شد، زیرا حکومت قرقیزستان به هیچ وجه گذشت نخواهد کرد، بلکه دعوای بیشتر دارد، چون که در برابر حکومت تاجیکستان خود را قوی تر می‌داند، دستش را بالا می‌داند، فکت و دلیل‌های بیشتر دارد و باید در تاجیکستان یک حکومتی باشد که نه تنها با قرقیزستان بلکه با تمام همسایه‌ها، با تمام جهان از موقع ملی با قدرت، از موقع منفعت‌های ملی صحبت کرده بتواند. و بنابر همین سال 2022 یک سال بسیار مهم، البته سال دشوار ولی سال حل کننده خواهد بود. من امیدوارم که هموطنان متدین و اعتقادمند ما اون نیرو و اون توان و انرژی که در ماه شریف رمضان گرفتند، اون رو در خدمت وطن، کشور، دین و هر یک انسان در آینده خواهند گذاشت. بار دیگر هموطنان عزیز، شما را با فرارسی عید سعید فطر تبریک میگویم و از خداوند تمنا دارم که به شرافت این ماه شریف، به شرافت عید سعید فطر، آینده ملت ما را یک آینده سبز، قوی و پر از مهر و محبت و صلح و آرامش بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.